çember saçıp qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l poylab, yuragin tubiga mehrini joylab, hammadan ham ko'proq asrab avaylab onamni eng baxtli ayol qilaman. Man haliman onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa haliman onamni eng baxtli ayol qilaman. Man haliman onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa haliman. سلام علیکم دوستان عزیز، بیننده ها، تماشاگران عزیز ما. امروز جمع تبریکاتی شهنان برای تبریک کردن جشن زادروز حاجیان آمده. حاجیان کیستند؟ قزی خالم. همه میشناسند. در دهه اول که ما قزی خاله بسیار هم زن خاکسار و صمیمی، مهنت دوست. امروز تبریکات از نام مسافر جیانشان، از نام زرین آیتی، از نام خاندان برادرشان احرارمک تبریک میگویم و امروز 40 سالگی ختم مکتب است و همسنفان خواستند در خاندان قزی خاله جمعه گل خاله امروزه بزم را برگزار کنند. و آغاز کردیم. همسنفان عزیز، السلام علیکم مهمانان. همه شما را به خاندان زیبای حاجیانه و خاندان جمعه گل خاله قزی خاله خوش آمدید میگوییم. برایشان خرسک میزنیم و از ما دعوت میکنیم. قزی خاله مرحبا. السلام علیکم. زادروز مبارک. روز تولد را، امروز روز شکرانه را برایتان مبارکباد میگوییم. 120 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. امروز چقدر که ما تکرار میبینیم برای تبریک کردن از نام مسافر جیانتان، از نام زرین آیتی. چند روز پیش گفتن و سنجان زادروزی امم رفته تبریک میکنیم، لیکن همون روزی رفتگی من تلفن میکنم و سخنها من گپا من همه شتون رو میگم، همه سخنهای من رفته رسان. اما جونی من، مادری مهربان من 3 سال شد چهره گرمشون ندیدم، یاد کردم شدم ساق سلامت گردن منبع مصلحتچی، دلبردار، خبرگینک بسیار یاد کردم شدن، نظم ببینم شدن. همیشه صحت سلامت کردن. برای من همین بخت و تخت و دولت است. من که سمرقند با آهاری رو میگشتم نیتای کلام میکردم که خدا من با براکت یاد کنم برای همین مادرم، برای اما جانم بسیار توفه ها میکنم. خداوند کریم را شکر میگویم که همه خیلی روزها رسید چقدر توفه ها بیارم برایشان کم است. من نغزیه های کدگی هاشون حسین جان تو بگویم اگر تو پگویه باید ما گپ زنیم. فقط رفته گو که نظم میبینم شنن، یاد کردم شنن. اگر همین روز امکان نبود من راستی برای یک لحظه، برای یک دقیقه آغوش کرده اما جان درجه تو که زادروزم که گفته تبریک کرده بوسه کردن من همه چیز با تیار بودم. لیکن مسافری تقدیر چنین است. از نام خاندان برادرتان، از نام خاندان احرارمک شما را تبریک میگویم. زرین آیتی گفتن که مادر من هستند، ویژان من، عمه مهربان من. ارزد به هر دو دنیا یک حرف نام مادر. بعدی خدا و قرآن باشد مقام مادر. گر شاهم و وزیرم، سلطان یا امیرم، دنیا به دست گیرم، هستم غلام مادر. مادر مرا بیزاد است، آغوشی مهر گشاد است. شیری سفید داده است، خوش است نام مادر. قزی خاله برای ما قزی خاله است همیشه. حاجیان عزیز زادروزتان مبارک، سالگرد عمر را مبارکباد میگویم. اکنون باشد تمام همسنفان را
با 40 سالگی ختم مکتب تبریک میگویم. همسیفان عزیز، از نام دختر کلانی قیزی خالم شما را تبریک میگم. از نام زریداتی از نام قیزی خالم ساق سلامت باشید. در همین صنف از همه شوق قیزی خالم بودن می؟ فعال اعلاچی و تشکیلاتچی عربی صنف. قیزی خالم هم خیلی انسان ها هستند تشکیلاتچی هستند. شما یکی از آنها هستید و این خیلی انسان ها باشند هر صنف پراکنده می شود. لایق فرموده است در روی ره گل پژمرده دیدم لقد مال است تو مینالت نهانی زبان زیبی کاکل بودم اکنون جوانی و جوانی و جوانی جوانی مانند یک شمال و باد بوده است چنان تیز میوزید است و میبرد است جوانی را. حاضر همه از چهره همدیگر میبینیم و سفر میکنیم به کودکی ها به دور مکتب دوره های شوخی بیغمی زندگی به خاطر میبیاید. بگذار از همه صف همدیگر کم نشوید. همیشه 41 سالگی هر سال 42 سالگی و 120 سالگی جشن گفتن نصیب کند و من آمده شما را تبریک کردن گیرم. من همین دختر مبارک باشد. روز پرسندی مبارک. با درگاه قیزی خالم با دیگر خوش آمده. همین دستگل زیبا از نام جیانتان برای شما مانند گلها شکوفا باشه. زادروز مبارک. نگیرایتی کجا گرفتم؟ نگیرایتی؟ نگیرایتی؟ یا شما نزدیک درسته؟ اولا از نام نزدیکا انا همین توفه پیش پای مادر چقدر توفه بیاریم کم است قیزی خالم برای نقصی ها برای نیکی ها. نگیرایتی خودتان میگذارانید مرحمت با قرصک های مهمان ها مرحمت. نگیرایتی گذشته باشد هم از نام خواهر مسافرتان از نام زریدایتی شما تبریک میگویم. زادروز مبارک باشد 120 ساله باشد. شما هیچ وقت نبید که من تنهایم. شما یک دختر نیست. شما خواهرانتان در مسافرت هستند. شما را دوست می‌دارند. شما را حرمت می‌کنند. شما در همین سمرقند خدمت قیزی خالم و خدمت پدرس و مادرس را کنید برای شما افتخار است. این دستگل از روی شما بوده است. تقدیم کنید صحبی باشم و این دستگل زیبا از نام جیانتان گل‌های شکوفا پیش پای خانم‌هایشان می‌گذاریم. مبارک باشد. زادروز مبارک. امروز شیرین را نزدیکتر ببیاریم. جشن زادروز مبارک. خدا کند که 75 سالگی 125 سالگی با مادر تبریک کنیم. از این طرف است. قیزی خالم نگیرایتی از این طرف. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. مبارک باشد. دستگل های قطار مختلفا اول طرف باشد است. Мне без разницы, еду, مختلفا اول طرف باشد است. не особо. نگیرایتی همه یک جویا در یک داشته باشد کنیم کنیم. На Porsche, хоть на Жигули. مبارک باشد. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. زادروز مبارک. Пушкин не Есенин, я стихами
دیگرایتی نیت‌های لحظ هست گیره نکده سخنهای دل را برای قیزی میرسانه. مرحبا قیزی خاله چه فرزند شما باریده؟ هماشون گیره چی؟ شما هم گیره چی می؟ خب کلاس کام کی بود؟ نایبی کلاس کام کی بود؟ نایب؟ سایرگل خاله؟ رحمانова یک زن بهترین فقط دخترها با کارش هم همین رحمانова ببخشه هر دوی رحمانова ها مرحبا فقط کاری آدم شما ببخشه سیوانچه گفتن گیرید بسیار جالب صحبت چهارتا گیرم میدن شما در مهربانی هر یک انسان خواهر است. السلام علیکم هم سیمفونی عزیزان من شخصا از نام خودم و از نام هم سیمفونم دهمی مکتب لیونای رقم 18 به نام لومانوس جمعه را تبریک و مبارکباد نموده دوگون جان برای تو چی خبر زمان کنسته تو الان حضوری بچه ها تبینیم الان در داغ فرزندات نبینیم من همین درگاه به تو من همین فرزندهای عزیز و هم مادر استی هم پدر استی الان همه وقت سری فرزندات به زنده باش درد داغ فرزندکات نبین فرزندات هم درد داغ تیر نبینم دیگون جان مهمتکای زحمتکای کشیدگیتا راحتت شبینی دیگون جان همه از دوی همه تبریک الهی روزی بدا نبینی باز یک بار ست سوال شد السلام علیکم مهمانان گرامی و همسنفان عزیز از همین فرصت استفاده بردم من دوگانه جانیم را با این روزی خودسندیش با این روزی زادروزش از نام همه تبریک و مبارکباد میگم به جمعگل عمری درازتنی صحت آرزو دارم بگذار خداوند کریم چه قیکی قضی و عمر دادگی باشه همه عمر به درد و به غم بینید حضور حلاوت دنیا بینید خدا عمری دراز تیاتا فقط به درد باشه همه چیز خداوند کریم میرسونه حضور حلاوت بچه کتا بید ما توی دوست میداره همه وقت انمیخه ما با وجب شدگر بیداییم السلام علیکم همسنفان عزیز مهمانان محترم از این روز خوشنودی استفاده برده من دوگانه عزیزم جمعه روی روز زادروزش تبریک و تسلیت ها میکنم از نام خودم از نام اهل عائلم از نام همه همسنفان عمری دراز رزقی فراز حضور حلاوت دنیا حضور حلاوت بچه خوش بینید چی نیت دارم همه نیتاش برسه اما وقت محمد سر شده گرده هم یک کنه 40 سالگی که تبریک میکنم با 42 45 تا 50 سالگی همه شیشتن نصیب کنه این زیاد شده نصیب کنه همون با هم یک تو با عمری دراز حضور حلاوت دنیا حضور حلاوت بچه کتون دیده گشتن نصیب کنه ساق و سلامت باشه باز یک بار زادروز مبارک
مطابق جای باشه ساخت باشه همه گفت تبریک میکنیم این سال شغاتی خدا نصیب باشه 60 سالگی بشیدیم همه تو جای باشه ساخت باشه سلامت باشه I love you در برو میدر کف معشوق قبکام است سلطان جهانم در چنین روز غلام است السلام علیکم همسینفونی مهربان همین خیلی خوش و خرسندی روزها بسیار گردد خیز جمعگل انتظار 3 تا روز داشتیم در سیدنی ما همین 3 تا روز من یعنیش 3 روزی دراز دیم خدا عمری دراز بیاترم حضوری فرزنداترم حضوری نیوارا باتدیم برای دوروی ما و خیلی خوش و خرسنده زیاد شود یا سری دوره رو گفتم که ما به یک یاشه رسیدیم که اکنون بسیارتر جمع شده گشتن در کار بسیارتر خوش و خرسندی کردن در کار بسیارتر یعنی خدا منفرده دیم در کار هم باید فرزند و نیواره و همشه جوابجا شد اکنون باید جمع بستا بسیارتر کنیم خرسندی رو بسیار کنیم با یک بار دیگر جمعگل زادروز مبارک خدا عمری دراز و بخت بیاد سلامت باشتون هم ماتون یگیتون برعکس بوده هم ماتون خوش آمده این سخن از نام حکومت مردکا بود سلامت باشید دلفوز جان من انامی دلفوز جان من انامی تو تبریک رایسم خزیه انامی تو عمری دراز همه وقت ساق سلامت گرده سرامون با سر و بشته انامی خیلی خوش کن نازنه شده مردانی شده گرده ایره دو گنجا دلفوز جان تو محاقتی هستی اناما که تیم من تبریک رایسم ساق باش ایجا باشی خدا نگاه دارد سلامت باشید اعتبار خدا یک لحظه حاجیانه حتی تبریک کنه خب حاضر نبیره ها تایرش نگرد حاجیانه اعتبار خدا یک لحظه خواهر کلانی عمه کلانی من بیاید نزدیکتر السلام علیکم میمونکوی عزیز خواهرکوی شیرین همه یکتون خوش آمده درگاه خواهری بنده خواهرم همه روزی تولدش بر تبریک میکنم همه وقت ساق سلامت باشه در اینجا خودم رحمت اطلاع کدگی بر خاک گیری زر گرده زرکات گوهر گرده از آنها تبریک میکنم صد بدونه تبریک میکنم صد بدونه سلام و سلامت کرده رحمت اکنون از صحنه نرفته سرودهای رقصی یک جای میرقصیم شما در مهربانی هر یک انسان خواهر است همدم و همراه و هم سوزم بر جان خواهر است خواهرین در زندگانی گنجین آیاب است ما خواهرین در زندگانی گنجین آیاب است ما قیمت از این قیمت از آن قیمت از جان خواهر
Смирно ist du wenig gegangen. چون خالی نما یک تا گلبهار یک تا خندی کن شکل است. یک عزیزان جمعه گل خاله را حاجیانه را قضی خاله را در روز خرسندیشان تبریک کردیم. باز پیشکشی شما کردیم با ما باشید با شبکه شهنان سلامت باشید.